تو دیروز که ما دیروز روی قلیون خورد کردیم، نمیدونم سیگار آوردیم، بعد موضوع شروع کردیم. چیزی به این خوبی شکستید. قلیون چیز خوبی؟ قلیون خوبه؟ خوبه. آقای دکتر، آقا میگن قلیون یه پک قلیون نمیدونم اندازه یک بسته سیگاره بود. اون چیزی که توش میکشی بعد دستگاهش که خوبه. خود قلیون خوبه؟ بله. خب بعد یه چیزی باشه که آدم قلیون زمانی که اختراع شد از خود هلیکوپتر مهمتر بود. اون چیزی که توش اون دودی که مصرف میکنیم زیان بخشه، خودش خیلی مفیده. خب دیگه چی بذاریم جاش؟ نه، عرق نرا بزید پاش، پایش به جای آب بکشید، یک درمان یک بیمار درگیر ریه برونش. خوب کام میده؟ خوب کام میده، استراحت میده، نشاط بهتون میده. خب دود دلی نداره. یعنی شما میگین بدون دود نداره. ببین این انبساط ریه‌ای که میده این بهترین قوت است و به اینجا گاز اصلا که عرق نعنا رو وارد ریه میکنه. خب و اینقدر بکشید تا عرقش که تمام شد جاش عوض کنید. حالا میخواید یه نفر مختلف بیاد روش وقتی که میکشه اونجا روشن بشه، خوشگل بشه، مثلا یه آتش الکترونیک درست کنید مثلا. درست میخواید زیبا خیلی آقای دکتر من واقعا نمیکشم، حالا بر من شنیدم باور کنید با اون دوده کیف میکنن. یعنی مثلا من دیدم مثلا چاق نشده، اون نشاطی که وسیله دود بهشون داده میشه کیف براشون میاره، نه اینکه خود دود. ببینید شما عرق نعنا همین قلیونه رو عرق نعنا بکشید، عرق نعنای غلیظ، ببین کیفی که کرده دیگه به دود توجه نمیکنه. یعنی خود قلیون رو بیاریم آتیش روش نذاریم، عرق نعنای غلیظ روش بریزیم تو پایه به جای آب بکشید، فقط قلقل بکنه. هواگیری ریه‌تون در طول 3 تا 7 روز 2-3 برابر میشه، نشاط پیدا میکنید، اصلا که جریان اکسیژن سراسر عروقتون پر میشه، مغزتون نشاط پیدا میکنه. اون نشاط هم حتما لازم دود داشته باشه. حالا دود هم میگم یه آتیشی میخواد درست کنید، یه نفر از این همه مختار جوان هست، بگید یه باتری توش بذار، وقتی که مک میزنی یه شعله روشن بشه، شعله مثلا الکترونیکی. ها میخواد خوشگلش کنه، اگه به شعله دلت میاد. شما میکشین این قلیونا خودتون؟ آره من میکشم، تجویز میکنم برای بیماران ریویم، تجویز میکنم. دکتر قلیون تجویز میگم شبیه نیم ساعت قلیون بکش، قلیون نعنا. قلیون نعنا معناش اینه، یعنی عرق نعنا بدون آب. عرق نعنا بدون. حالا اگر نشاط نیاز داری گلاب بریز، عرق بهار نارنج بریز. عرق بهار نارنج آدم کیفور میکنه، نیمه مست میشه. خیلی خوب، چیز خوبیه. چرا آرم عکس ناصرالدین شاه میزنه؟ یک اختراع بزرگی بود دیگه. خب اونای عکس ناصرالدین شاه بالاخره سمبل بالاخره حاکمیت 50 ساله بود دیگه. ولی با آتیش میکشید. بله اون با آتیش میکشیدن، بله، ولی منظورم اینه که خود این دستگاه اولا. خب نه، حالا من یه سوال، شاید خوب شد شما اینو گفتین، اون قدی که اون قیلونی که شما دارید میگید ارضا میکنه؟ آره. اونایی که مثلا دوست دارن دود به همچین مه درست بکنن؟ خب حالا اونا یه مقداری هم باید کمکشون کرد، دودی هم بهشون داد، لکن دود سالم. دود سالم چجوری میشه؟ داریم مگه دود سالم؟ بله، یه سری گیاهانی داریم که در طبستان توصیه شده که اینا دودشون سالمه. حتی ببینید این دودها مغز رو موقتا گرم میکنه، لکن برای ریه به شدت مضر است. یه برانشو پر میکنه، اصلا برای ریه دیگه مضر است. خب ما یه سری دودهایی داریم که برعکس ریه رو تخلیه میکنه، ریه رو نرم میکنه، خلط‌آوره. دود خلط‌آور مثل دود برگ زیتون، دود خلط‌آوره، گرم کننده مغز، نرم کننده ریه و خلط‌آور. خب این دود سالم است. حالا چون هر آتشی، هر برگ، هر آتشی وقتی که درجه حرارتی بیش از 200 درجه بهش تبدیل به سم میشه، بایستی از حرارتی کمتر از 200 درجه بهش بخوره. قلیون چون از دود رو از روی آب گذر میده، یه مقدار از زیان سمی این برگ کم میکنه. به صفر نمیرسه سمش، اما کمش میکنه. لذا در طب سنتی به جای اینکه دود مستقیم بده، این حالت چیز داره، اسم بخور داره، بخورات داره. که اینها دودهای مرطوبن. اون خانساری که میکشیدن اونم جز همونا؟ خانسار که کاش قلیونا خانسار بود. مشکل ما اینه که قلیونا کنون اساس خانسار نیست، چیزای دیگه توشه که اصلا اون خوب بوده، اون بله گیاهای خوبی بوده. و نسبت به اون تنباکو واقعا نسبت به این دودی که الان قاطی اینا میکنن، اصلا اینو باید سرمه کرد چشم کشید. ما بحثمون الان این است که تو حوزه قلیان سری مواد دیگری قاطی اینها میشه که میاد اصلا زمینه اعتیادهای مثلا خطرناک رو فراهم میکنه.
این قسمت باید کنترل بشه. خوب شد. پس این جایگزین واقعا من خیلی لذت بردم. یه جایگزینی برای